تو رو به چی میشناخت؟ خرید سنگ، الماس، یاقوت، شاب سنگ، بالاخره خریدار سنگی میگن، ما رو میشناسن. سطح یکی سطح یکی میگن دیگه، بالاخره بهترین خریدار سنگ تو ایرانی، مجوز داریم، زیر نظر اتحادیه‌ایم، بالاخره سطح یکیه. فکر کنی برامون چی شد اصلا؟ هیچ چیزی دیگه. یکی اومد تو دفترم گفت میخوام پول ببینم، گفتم این گفت میخوام مجوز ببینم، گفتم این مجوز. بعدش سنگش آزمایش کردیم دیدیم درست نیست. داستان میشه. چی میگفت؟ جان سخت؟ جان سخت که هستیم دیگه. سنگ تو ایران باشه میخریم، افغانستان باشه میریم میخریم، پاکستان باشه هر جا باشه میریم، بالاخره فروسر شدیم دیگه. جلوی اون قهوه خونه توی شاپور چند تا شاپور نبود، بلندک بود. دفترمون اونجاست دیگه. از کی میترسی؟ از مشتری که میاد میگه آقا ما سنگ داریم سختیش 12 13. آخه مرد مومن بالاترین سختی الماسه که 10.